خیلی از شما دوستان این سوال از من میپرسین که حالا که ما زبانمون خیلی خوب نیست، تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر نداریم یا سنمون یه ذره بالاتر و امتیازمون برای اکسپرس انتری خوب نیست، یا اینکه اگه همه اینا رو داریم ولی تو کتگوری های اکسپرس انتری قرار نمیگیریم، چه راهی برای گرفتن اقامت دائم برای ما وجود داره؟ ببینید دوستان، اگر شرایطتون اینجوریه اما تجربه مدیریت یک بیزینس یا اینکه خودتون اگر بیزینسی داشتین رو دارین، به نظر من بهترین راه برای شما استفاده از برنامه‌های کارآفرینی استانی هست. اگه برنامه کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا رو نگاه بکنید، با اینکه تمام برنامه‌ها، تقریبا اکثر برنامه‌های استانی بریتیش کلمبیا محدود شدن، اما همچنان راه‌های کارآفرینی داره برگزار میشه. مبلغی که باید سرمایه گذاری بکنید، حالا در مقایسه با بقیه استانها یا بقیه کشورها خیلی زیاد نیست، منطقی هست. و اینکه خب امتیاز کمتری لازم، امتیاز زبان کمتری، امتیاز تحصیلات کمتری لازم داره، شرایط خودش رو داره، یه مقدار پروسه طولانی تری هست، اما به نظر من یکی از مطمئن ترین پروسه هاست. شما بیزنس خودتون رو دارین، درآمدتون رو دارین و در عین حال پروسه اقامت دائمتون هم داره پیش میره. اگه این شرایط رو دارین، حتما با ما تماس بگیرین، فرم ارزیابی رو براتون ارسال میکنیم و شرایطتون چک میشه که ببینیم که آیا واجد شرایط هستید یا خیر.